سلام. سلام. چطوری؟ میخوام زنمو طلاق بدم. چرا؟ بابا جدیدن مد شده تو این کافه ها بزن برقص و اینا، هر شب تا آخر شب اونجاست. من نمیدونم مگه آدم میتونه هر شب بره تو این کافه اون کافه؟ طلاقش میدم میره. بره بابا. این کافه اون کافه هر شب چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ دنبال من میکرد. چی شده دخترم؟ چرا ناراحتی؟ چرا که نباشم. اسم شما چی بود؟ محبوبه. من از پدرشون بپرسم چیه مشکلشون؟ اینجوری نبود، اینطوری شد. الان با عمش مسئله داره، با همه مشکل داره. نمیدونم میگه عمم تاکسیکه، تاکسی فوش میده به عمش. تاکسیک چیه؟ به دختر عمش میگه پیکمی. پیکمی چیه آقای دکتر؟ پیکمی چیه؟ شاورش کن. یو بگو بردار منو بکشه. میگه من عاشق کیپاپم. این کیپاپ کی آقای دکتر؟ کره ای رفته یاد گرفته. کیپاپ چیه؟ من چه میدونم. عاشق پسرای کره ایه. آها اون با گروه موسیقی. بله. والا دست من کاری ساخته نیست، ببخش. آقای دکتر اگه کاری از دستتون بر نمیاد ما بریم پیش دعانویس. منم بیا باز. بیا بریم.